بعضی مردم توسط حق گفتن نصیحت نمیشن. از یادتون نره گپ مرا عمیقاً متوجه باشن. همیشه نیاز نیست که ما برای مردم ادبیات و فصاحت و بلاغت استعمال بکنیم. بعضی مواقع راه اصلاح یک نفر فقط گوش گرفتن است، بالاخص زنها. من مثال ساده براتون میگم. یک نفر یک جای در خانواده زندگی خیلی سخت داره، خیلی مشکلات داره، دلش اقپور است، اقپور است که دیگه در حد علایش نزدیک انفجار شدن است، دیگه اونقدر دلش پر است. این میفهمید راه اصلاحش چی است؟ میتونستی که برای تو به یک گپ بزنی، تو یک دوست دل بگی نه پیامبر گفت لا تغضب خشمگین نشو، یه جای میگه پا نگوی. پیامبر گفت صدای آرام کن، یه جای گپ نگوی، فقط گوش بگیر. چیزی میگه در دلش خالی میشه، راحت میشه، اونم اصلاح است دیگه. برو بخیر طرف کارت. سکوت باعث میشه که نفر اصلاح شود. چون تعال در خانواده کسی گپی رو گوش نگرفته، تعال برادر از گپی از گوش نداده. از یادتون نروه خیلی مواقع نیاز به گپ زدن نیست، بعضی مواقع نیاز به سکوت هم هست. خیلی کسان به سکوت اصلاح میشن، نه به همیشه نصیحت کردن. اونمو است که در خانواده ها همی خوب گوش گرفتن رعایت نمیشه که دل مردم تا پر از بغض است، پر از درد است. میگم فلانه به خدا اق گپ مرا گوش گرفت که همین دلم خوش شد، به خدا اق گوش گرفت، همین چیزی که از دهنم میام برام تایید میکنه. بعضی کسا دلشان پر می باشه، اون نیاز فقط همی داره که فقط روی تا به طرف رخش کو، رو برویش بنشن و چیزی که میگه تایید کرده برو بله درست میگی، آفرین، نه خیر، همین چیزی که میگه، یعنی اگر بله کار داشته باشه بله در حقش بگو. تو خب میتونی که روانی اون انسان رو مطالعه بکنی، ولی اگر نه خیر کار داشته، نه خیر در حقش بگو. بعضی مردم توسط حق گفتن نصیحت نمیشن. از یادتون نره گپ مرا عمیقاً متوجه باشن. همیشه نیاز نیست که ما برای مردم ادبیات و فصاحت و بلاغت استعمال بکنیم. بعضی مواقع راه اصلاح یک نفر فقط گوش گرفتن است، بالاخص زنها. من مثال ساده براتون میگم. یک نفر یک جای در خانواده زندگی خیلی سخت داره، خیلی مشکلات داره، دلش اقپور است، اقپور است که دیگه در حد علایش نزدیک انفجار شدن است، دیگه اونقدر دلش پر است. این میفهمید راه اصلاحش چی است؟ میتونستی که برای تو به یک گپ بزنی، تو یک دوست دل بگی نه پیامبر گفت لا تغضب خشمگین نشو، یه جای میگه پا نگوی. پیامبر گفت صدای آرام کن، یه جای گپ نگوی، فقط گوش بگیر. چیزی میگه در دلش خالی میشه، راحت میشه، اونم اصلاح است دیگه. برو بخیر طرف کارت. سکوت باعث میشه که نفر اصلاح شود. چون تعال در خانواده کسی گپی رو گوش نگرفته، تعال برادر از گپی از گوش نداده. از یادتون نروه خیلی مواقع نیاز به گپ زدن نیست، بعضی مواقع نیاز به سکوت هم هست. خیلی کسان به سکوت اصلاح میشن، نه به همیشه نصیحت کردن. اونمو است که در خانواده ها همی خوب گوش گرفتن رعایت نمیشه که دل مردم تا پر از بغض است.